سلام دوستان، به چنل من خوش اومدید. امیدوارم هر جا هستید مثل همیشه حالتون خوب باشه. خب بچا، سیزن 2 با فیوژن رو میخوایم امروز توضیح بدیم راجع بهش. سیزن 1 رو شرکت کرده بودیم، قبلا یه ویدیو راجبش درست کردم. یکی از حالا لایه دوم های بیت کوین هست که اومده و مطرح شد، جذب سرمایه خیلی بالایی هم داشته و فعالیت روش میتونه ما رو شامل ایردراپ خوبی بکنه در آینده. اگر ویدیو قبلی من رو ندیدید لطف کنید برید ویدیو قبلی رو ببینید، چون اونجا کامل توضیح داده بودم راجع به خود با فیوژن و اینکه چطوری میتونید روش فعالیت کنید. توی سیزن دومش یه سری حالا شرایط جدیدی اومده. اولا که رفته روی mainnet و شما پولتون رو میتونید الان وارد خود اکوسیستم باب بکنید و یه سری حالا سایت های رو همین پایین معرفی کرده که میتونید از اینها هم استفاده کنید. خب بریم سراغ اینکه چطوری اول میتونید پولتون رو، حالا من تتر داشتم انتقال دادم، شما میتونید اتریوم یا هر ارزی که قبلا انتقال داده بودین رو منتقل کنید روی اکوسیستم باب و روی mainnet داشته باشید پولتون رو. یه قسمت بریج داره اینجا، میتونید از بریج رسمی خود باب استفاده کنید. پیشنهاد میکنم بهتون اگر میخواید پولتون رو انتقال بدید روی لایه دوم باب، حتما یک بار از بریج رسمی خود باب استفاده کنید. کافیه بیاید تو قسمت بریج داخل سایتشون و اینجا روی باب بریج بذارید و حالا اینجا میتونید انتخاب کنید که چه ارزی رو میخواید انتقال بدید. من اینجا اتریوم دارم، قبلا یه مقدار حالا تتر هم داشتم و این رو انتقال دادم. حالا شما هر مقداری که دوست داشتید اینجا میزنید. پیشنهاد دیگه ای که میخوام بهتون بدم، حتما برای انتقال یا بریج کردنتون از ولت ربی استفاده کنید. بچه توی متاماسک با این سایت نمیدونم چه مشکلی داره، باگ میخوره و فی و کارمزدی که ازتون میگیره رو اشتباه نشون میده و خیلی بالا نشون میده بهتون. برای ولت ربی هم میتونید وارد سایت rabi.io بشید و از اینجا این ولت رو نصب کنید. همه لینک ها رو من براتون زیر ویدیو میذارم که شما راحت داشته باشید. ولت خیلی خوبیه بچه‌ها، همون سیت ریزای متاماسکتون رو این تو ایمپورت کنید و خودتون میتونید سویچ کنید که الان مثلا با ربی میخواید کار کنید یا متاماسک. من الان فعلا ربی رو اینجا فعالش کردم و استفاده از متاماسک رو فعلا بستم. اگر دوست داشتید از متاماسک استفاده کنید میتونید فلیپش کنید، متاماسکتون رو بیارید بالا. خودتون میتونید کامل انتخاب کنید که از کدوم یکی حالا از این ولت ها میخواید استفاده کنید. این از این. برگردیم سراغ خود حالا اکوسیستم باب. پس اینجا این ارزی رو که میخواید انتقال بدید رو مشخص میکنید. حالا هم میتونید اتریوم بزنید، هم تتر، هم USDC یا هر ارزی که دوست داشتید. من خودم تتر رو انتقال دادم که اگر حالا اتریوم قیمتش بالا پایین شد دچار ضرر و زیان نشم این وسط. خب اینجا سویچ تو اتریوم رو میزنید، بریج اسست رو میزنید که براتون در واقع این تراکنش انجام بشه. کانتینیو رو میزنید، ازتون یه فی میگیره و این انتقال رو روی شبکه باب انجام میده. میگم اگر من بخوام انتقال بدم یه چیزی اولوش 3-4 دلار ازت میگیرم، حالا اگه روی استاندارد بزنید کمتر میشه، مثلا میشه 3 ممیز تقریبا 42 سنت ازتون میگیره و این انتقال رو انجام میده. خب من الان نمیخوام این تراکنش رو انجام بدم چون دیشب حدود 620 دلار تتر رو انتقال دادم روی باب و وقتی هم این انتقال رو انجام دادید تو قسمت ویدرا هر موقع خواستید میتونید ارزتون رو از حالا اکوسیستم باب برگردونید به همون اکوسیستم اتریومتون. اینجا مثلا انتخاب میکنید کدوم مرز رو میخواید برگردونید. من اینجا تتر رو داشتم، اگر رو بذارم روی مکس میتونم بیام این رو سویچ تو باب کنم و بریج اسست کنم، این رو برگردونم به همون اتریوم و حالا از اتریوم به هر صرافی یا ولتی که دوست داشتم انتقال بدم دوباره پولم رو. پس شما خیلی راحت میتونید اینجا واریز و برداشت داشته باشید. بهتون گفتم پیشنهاد من به شما اینه که حداقل یک بار از بریج رسمی خود باب استفاده کنید. یه گزینه دیگه هم گذاشته اینجا 3D پارتیه که یه سری حالا سایت های دپای دیگه هست که میتونید ازشون استفاده کنید و پوینت های حالا بیشتری رو دریافت کنید. داخل خود سایتش هم تو قسمت فیوژن بیاید، حالا اینجا که براتون سیزن 2 رو داره نشون میده، اینجا تعداد اسپایس هایی که تا الان جمع کردین رو نشون میده، لیدربورد پوزیشنتون رو داره نشون میده و پایین هم که حالا کد رفرالتون هست. اگر تا الان روی اکوسیستم باب فعالیت نکردید به نظرم هنوز دیر نیست، میتونید از خود سیزن دومش شروع کنید، مخصوصا الان که رفته روی میننت. پایینتر بچه‌ها یه سری سایت هم معرفی کرده که حالا شما میتونید داخل این سایت ها هم فعالیت داشته باشید. اکوسیستم خود باب هست، مثلا اینجا پیکسل باب رو گفته که میتونید توش خرید و فروش NFT داشته باشین، یا مثلا اوربیتر فایننس رو گفته که میتونید بریج داشته باشین داخلش، یا مثلا اورز گیم رو گفته که سیستم حالا گیمینگ و متاورسشه. پیشنهاد میکنم با این دپایی که اینجا معرفی کرده حداقل با 3-4 تاش در ارتباط باشید، تراکنش روش داشته باشید. حالا ما الان میریم امروز روی اوربیتر فایننس
چون خود اوربیتر هم حالت پوینت دی گذاشته و میتونید پوینت جمع کنید داخلش. اینجا هم یه تراکنش انجام میدیم با هم. خب بچه همونطور که میبینید سمت راست یه سری پوینت داره بهتون نشون میده که اگر شما بریجاتون زیاد باشه، یعنی 3 تا بریج مثلا انجام بدید، 20 تا پوینت میتونین بگیرین و حالا باب ارلی گیت هم بهتون تخصیص داده میشه. کافیه بیاید این سمت چپ توکنتون رو بذار روی اتریوم و اینجا حالا مشخص میکنید از اتریوم میخواید چی رو انتقال بدید. من میخوام یه مقدار اتر رو ببرم، حالا اندازه $10 اگر بتونم و موجودیم جواب بده، فکر کنم داشته باشم. اینجا حالا مقداری که میخواین انتقال بدید رو مشخص میکنید. من اندازه $10 اینجا میزنم. خب میشه 2,322 $10 تقریبا. سند رو میزنم اینجا و روی کانفیرم میزنم که بتونم این پوینت اینجا رو هم دریافت کنم. الان تو ولت روی به من نشون میده که چقدر باید فی بدم که این تراکنش برای من انجام بشه. خب فیش کمه، تقریبا این چیزی حدود 60 سنت هست. حالا من روی فست میذارم اینجا یا روی استاندارد، این رو ایگنور آل میکنم و بگیم پروسس رو میذارم که این تراکنش برای من انجام بشه. بچه ولت روی یه خوبی که داره، تمام اون حالا ضعف‌های امنیتی متاماسک رو هم پوشش میده. پیشنهاد میکنم بهتون حتما یک بار از این ولت هم استفاده بکنید و کنار متاماسکتون حتما روی رو هم نصب کنید. خیلی جا به دردتون میخوره، فیا رو دقیق‌تر نشون میده، باگای متاماسک رو نداره به اون صورت و میتونه خیلی جا کاربردی باشه. حالا من این تراکنش رو میزنم اینجا و این بریج رو از اتریوم به باب انجام میدیم که بتونیم پوینت های این بخش رو هم دریافت کنیم. شما هم به همین صورت میتونید اینجوری بیاد و این پوینت ها رو اینجا فارم کنید و به دست بیارید و یه تعاملی هم با حالا اکوسیستم باب اینجا دارید و شانستون برای ایردراپ بیشتر میشه. خب بچه الان تراکنش ما اینجا کامپلیت شده و ما $10 رو الان انتقال دادیم روی حالا باب. اجازه بدید داخل سایت خود بابم بیایم ببینیم تو ولت اون چیزی نشون میده یا نه. خب الان من موجودی ولتم رو دارم اینجا میبینم. $10 اتریوم من اومده الان اینجا بلا فاصله نشسته و من اینجا میتونم ببینم موجودیم رو و میتونم همینجا موجودیم رو دوباره برداشت کنم یا برگردونم به در واقع شبکه اتریوم. خب برمیگردیم دوباره داخل همین اوربیتر. اینجا رو هم یک بار رفرش میکنیم ببینیم این پوینت این قسمت رو ما میگیریم یا نه و به چه صورت هست این. خب من یک بار رفرش میکنم. خب ببینید من 5 تا پوینت رو اینجا الان کلیم کردم. دوباره دیگه این کار رو انجام میدید دقیقا به همین صورت با فی خیلی کم تا بتونید کل این پوینت هایی که حالا مربوط به اوپی پوینت هست و بریج در واقع همین باب هست رو دریافت کنید. این یکی از سایت هایی بود که میتونید باش تعامل داشته باشید و پوینتاش رو دریافت کنید. بریم سراغ دوباره قسمت حالا دپایی که اینجا معرفی کرده بود. تو سایت مثلا لیر بانک هم میتونید فعال باشید. یه مقدار مثلا میتونید پول رو اینجا حالا سپرده گذاری بکنید، پوینتش رو دریافت کنید. حالا روی لیر بانک بزنید اینجا براتون قسمت بابش میاد بالا و همونطور که میبینید اصلا زیر مجموعه باب داره، اصلا یه شاخه جدا برای باب گذاشته. یه سرشون کامینگ سون هنوز فعال نیست، اونایی که حالا حالت لایو داره یعنی میتونید ازشون استفاده کنین و داخلش فعالیت داشته باشین. خب اصلا لیر بانک همچنان برای من بالا نمیداد، نمیدونم یا از اینترنت یا از سایتش، فکر کنم از سایتش باشه. اینجا سایت پیکسل بابز رو میبینید که همون NFT مارکت پلیسشه. میتونید ولتتون رو اینجا وصل کنید و اینجا هم داشته باشید. این رو من اینو همه رو ایگنورش میکنم، کانکت میکنم. این حالا روی باب مینت همونطور که میبینید داره بهتون نشون میده. فعلا داخل این حالا سایت هم چیز خاصی نیست، قسمت مینت داره. اینجا هم میتونید بیاید مثلا یه دونه پیکسل باب رو مینت کنید. من روی مینت وان میزنم که یه دونه هم اینجا مثلا مینت داشته باشیم، یه فعالیتی روی حالا باب هم حساب میشه برامون. اینجا بگین رو میزنم، این تراکنش رو انجام میدم که این برای من مینت بشه. خب اینم اکسپت میکنم که یه دونه پیکسل باب رو هم اینجا مینت کرده باشیم. روی ویو یور پیکسل باب بزنید اینجا باید غالبا حالا اون چیزی که مینت کردین رو تراکنشش رو بهتون نشون بده. حالا فعلا قیافه NFT که معلوم نیست ولی تراکنش رو بهتون نشون میده که اومدید اینجا یه دونه پیکسل باب رو شما مینت کردین و موجودیتون رو هم داره اینجا بهتون نشون میده. بچه برای مینتش باید اتریوم داشته باشید روی باب که ما قبلش توی در واقع هم اوربیتر یه مقدار اتر رو انتقال دادیم روی باب و تونستیم این رو مینتش کنیم. خیلی خب این از این اگر دوست داشتید باز میگم میتونید روی اینها هم
شما فعالیت داشته باشید و حالا رو سایتایی که اینجا معرفی کرده چند تا تراکنش داشته باشین و بتونید حالا تعامل داشته باشید با سایت‌های مختلفش، سواب کنید، نمیدونم NFT مینت کنید، مثل همه اکوسیستم‌ها بلاکچین های دیگه. باب هم به همون صورت داره میره جلو و میتونه براتون همه اینها امتیاز حساب بشه. یه سری تسک گلکس هم داره اینجا، سایت گلکس هم، اینا هم بیاید تسکاش رو حتما بزنید. دو تا حالا بخش متفاوت داره و پوینت های این بخش رو هم حتما دریافت کنید. یه دونه این قسمت سیزن 2 هست که حالا با داخلش حتما شرکت کنین و پوینتاش رو بگیرید، که لایک توییتر هست، ریتوییت و یه دونه کد باید انجام بدید که من پوینت های این بخش رو گرفتم، چیز خاصی نداشت. لینک این تسکای گالکس رو هم براتون میذارم زیر ویدیو که داشته باشین. یه دونه هم که این یکیه، شما میتونید بیاید این رو هم انجام بدید و پوینتاش رو دریافت کنید. کوست یکش رو، حالا اسپیس یوزرش رو من هنوز نتونستم وریفای کنم متاسفانه که پوینت این بخش رو بگیرم، ولی این حالا تسک ها رو هم شما میتونید داشته باشین و انجامش بدید. فعلا برای سیزن دوم باب همین کارها کافی هست. تعامل با همین سایت هایی که بهتون گفتم و بریج کردن، حداقل 2-3 بار بریج انجام بدید که براتون تراکنش ها ثبت بشه روی اکوسیستم باب. دوستاتون دارم، لطفاً کانال جدید یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، پیس اوت.